أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از طلاق بحث مسئله رضا هست. حالا مادر الله تعالی میگه شیر بدهد اولادش را. یرزینا معنای امر هست، یعنی معنای انشایی. حالا الله تعالی میگه این مادر را از طرف پدر فرزند طلاق رسیده یا اینکه طلاق نرسیده، شفقت مادری این تقاضا را می کند که مادر را فرزند خود را شیر بده. والوالدات مادرها یرضین اولادهن شیر بدهند بچه‌های خود را، اون هم حولین کامل، 2 سال کامل، تا که این بچه رشد کند و از نظر عقلی و فکری درست باشد. اگر کسی اراده تکمیل رضا را ندارد ترک رضا جایز است. به خاطر فرمود لمن اراد ان یتم الرضا، برای کسی که اراده دارد شیردهی را کامل کند. لذا اگر کسی به خاطر یک مصلحتی بخواهد شیر را قطع کند و مثلا با امکانات امروز ممنوع نیست. و بعضی از خانم ها که حاضر هم نیست شیر بدن، شیر خشک میدن، خودشون لاغر نشن، خودشون ضعیف نشن، پیر نشن، لحاظا به این خاطر اجازه هست. خلاصه 2 سال مدت رضا بالاجماع امت هست که اگر در مدت 2 سال بچه را زنی دیگر شیر بدهد حرمت رضا ثابت میشه. البته امام ابو حنیفه رحمه الله میگه 2 سال و 6 ماه 30 شهرن، اونجا 6 ماه دیگر را امام ابو حنیفه میگه چون 1 روز شیره 1 ساعت شیره دیگه قطعه، تا که این بچه عادت کند از شیر جدا بشه. تا 2.5 سال فقط از امام ابو حنیفه هست که اگر بچه شیر بخورد حرمت رضا ثابته. 2 سال که اجماع امته، حولین کامله، چون 30 شهرن هم آمده است. امام ابو حنیفه میگه که تا 6 ماه دیگر هم که گاهی غطه و گاهی اینه. اینجا توجیه نوشته که این مدت قضا هست. دیانت 6 ماه زائد است تا که عادت خوردن پیدا شود. به هر حال تا 2 سال اگر این بچه از زنی شیر بخوره مدت مسئله رضا ثابت میشه. خب حالا اگر این مادر مطلقه شده خب بچه را شیر میده، مولود لهو کسی که بچه برای او هست یعنی پدر باید این شیردهان را، مادران شیرده را هم نفقه بدن هم لباس بدن. اگر در عقد خود به خاطر زوجیت و اگر در عده به خاطر که عده میگذارند و اگر بعد از عده به عنوان حق و زحمه که بچه او را شیر میده. پدر موظفه که باید این شیرده را در هر کیفیتی رزقهن و کسوتهن بده، یعنی نان و نفقه و لباس بده. اگر معتده است و شیرده باز هم مسکن هم لازمه. و اگر نه توی دنی طلاق گرفته دش گذشته حالا بچه را شیر میده مسکنش لازم نیست، همون نفقه و همون لباس که با قرارداد طی میشه اون باید بده پدر که برای شیر میده. در زمان عقد به خاطر زوجیت، در زمان عده به خاطر که عده میگذارانه، بعد از عده به خاطر این که شیر میده بچهش حق و زحمهش باید بده. نفقه بچه را هم باید بده، لباس و نفقه بچه هم به عهده پدره. علی المولود له، بر اون پدری که بچه مال اویه.
دادن نفقه این زنان شیرده در نکاح و عده باشن یا نباشن نوشته در صورت اول و دوم به وجه منکوحه و معتده بودن و در صورت سوم به وجه اجرت به معروف لا تکلف نفس. لحظه در دادن نفقه لباس حال پدر راحت میکنه. اگر پدر فودالیه تو لباس و نفقه و خرج فودالی بده و اگر مسکین و کارگر و نادار یه حسب طاقت خودش بده. تکلیف داده نمیشه هیچ نفسی مگر موافق طاقتش. ضرر داده نشود والده به خاطر فرزندش، مولود له هم به خاطر فرزند ولدش ضرر داده نشه. حالا کسی نیست مادر بیچاره میگه من شیر بیدم، پدر روی لج آمده نمیگذارم بشیر. مادر بیچاره ضرر میکنه، شیر هم داره، آماده بچهش شیر بده. خب تو طلاق دادی مرد که طلاق دادی دیگه، چرا حسادت میکنی؟ ما میبریم بچه خود، چرا میبره بچه خود؟ بگذار شیرش می او حق حضانت هم دارد تا شوهری نکرده. این بچه مادر را ضرر نده به خاطر بچهش. پدرم مادر میگه باید 100,000 تومان حالا اولیای این بچه موظفن که اگر کسی این بچه را شیر میده طفله باید به اون شیرده حق بدن و علی الوارثی مثل این چه مطابق طاقت همان چیزی که پدر میداد وارث هم باید بده. کسی که شیر میدهد این بچه را مادرش هست، عده گذشته 4 ماه 10 روز، خب در عده بر نفقه بده، میراثش تقسیم کرده، حالا اضافه بر میراثش چون بچه را شیر میده. حالا اگر بچه خودش سرمایه دارد، پدرش مرده، بچه کوچیک سهمش میلیونها پوله، خب از سهمش بدن حق سهم مادرش را کور شیر میده یا زنی دیگر و اگر نه یا موظفن که در پرورش بچه بدن. بچه هیچی پول نداره، پدرش هیچی نداشته، حالا برادر بزرگش یا کسی که اینها اولیاش هست باید بدن. علی الوارث مثل ذالک. حالا اگر پدر و مادر خواستن که بچه را کمتر از 2 سال شیر بدن، با هم صلاح مشوره کرده، شیر برایش مناسب نبود، مادر مریض شیر مناسب نیست، یا مادر حامل شد شیر برای بچه مناسب نیست، میخوان شیر را قطع کنن، الله تعالی میگه باید اجازه دارن. اگر اراده کردن پدر و مادر 3 سال جدایی بچه را از شیر کمتر از 2 سال با رضامندی طرفه و مشوره طرفه، گناهی بر اینها نیست. در آن مصلحت بچه در نظر گرفته شود. شیر مادر نمیفته با بچه، بچه را مریض میکنه، مادر مریضه، تحمل شیردهی را ندارد، تو لحاظ اگر قطع کنند و شیر خوش بدند و آب میوه بدند و دیگه غذایی بدند هیچ مسئله نیست. خدای عزوجل میگه با رضامندی طرفین و با مشوره گناهی بر آنها نیست که کمتر از 2 سال شیر بدن، بنابر مصلحتی که برای بچه در نظر گرفته باشه. حالا مادر موجوده، میخواهند کسی دیگر این بچه را شیر بده، چنانچه عرب ها همینطور بودن، بچه هایشون دیگران شیر میدادن، پدرهاشون میدادن پول، همانطوری که خصوصا زنانی که در بیابان بودن و عرب ها آب و هوای بیابان را مناسب هم میدانستن برای رشد بچه هاشون، پول میدادن، زنان دیگر می آمدن و اجیر می شدن و بچه ها را می بردن پرورش می دادن و حقوق می گرفتن از پدرشون. همانطوری که سلیمه سعدیه دیگه بچه گیر نورد که ببره پرورش بده، خود شیر داشت و در سهم او رسول الله قرار گرفت و این سعادت برش نصیب شد و معموله. الان هم اجازه هست اگر بخواهن والدین کسی دیگر این را ببره شیر بده و تکفل کنه و پرورش بده، الله تعالی هم اجازه داده. و اگر اراده کردید شما ای پدر و مادر به خاطر عذری یا به خاطر چیزی دیگر که شیر بدهید، شیر دهی کنید اولادتان را به کسی دیگر، هم بر شما نیست. لیکن الله تعالی میگه بچه شما را میبره شیر میده، بعد از 6 ماه آورد
حقوق 6 ماه شما ندادید این ظلمه. قرارداد کردید باید اون مقرره را حتما بدید. باید کلاهبرداری میکنم بچه هم شیر خورده بزرگ شده الان حقوق نمیده. الله تعالی میگه نه، گناه نیست بر شما که شما با زنی دیگر او را شیر بدهید، به شرطی که شما حواله کنید آنچه را که شما قرارداد کرده اید به طور خوب. او بیچاره مایه وجودش را به بچه شما داده، الان شما حقوقش ندی که چیکار کردی؟ چی چیز دادی ما عوض بدی؟ میشه گفتا تو چیکار کردی برای بچه ما؟ هیچی نکردی، شیر بوده اضافه تو دهنش دادی. الله تعالی میگه نه، زمان بر شما گناه نیست که شما تفویض کنید، لیکن قرآن اینجا عجب تعبیری دارد. آنچه را شما داده اید، یعنی آنچه را شما قرار کرده اید برای دادن، اون حتما باید تفویض کنید به این مرضعه شیرده. این قرآن تعبیری دارد آنچه را شما داده اید، یعنی آنچه را شما قرارداد کرده اید که بدهید به طور معروف با دل فراخ. واتقوا الله، از خدا بترسید، غردولی نکنید. بچه شما شیر خورده علی حقوق زن مرضعه را نمیدید و بدانید که خدا به آنچه شما عمل میکنید بصیر است. سبحان الله. هر جا الله تعالی دستور تقوا میدهد، نسخه برای علاج برای تقوا ذکر میکند. بدانید که الله به ما تعملون بصیر است. حالا بیان عده متوفان ها زوجها شد. زنی که شوهرش میمیرد اگر حامل است عدهش وضع حمله، اگر غیر حامله چه مدخول به های چه غیر مدخول به های بعد 4 ماه و 10 روز اون زن بشینه و در این مدت هم احداد کنه. احداد چیه؟ تدیین نکنه این زن که شوهرش فوت کرده. فقط سوگ برای متوفا، زن متوفا 4 ماه 10 روز باید در سوگ باشه. دیگران از 3 روز بیشتر نباید سوگ داری کنه. برای برادر، برای پدر، برای فرزند، برای مادر تا 3 روز اگر زنی توانست آرایش نکنه، تدین نکنه، خب مسئله نیست. بعد از 3 روز اجازه نیست. بله زن متوفا باید 4 ماه 10 روز تدین نکنه، احداد هم بکنه و ازدواج ثانی نکنه. اگر حامل است تو عدهش وضع هفته. اگر مردک مرده هنوز دفنش نکردن و زنش بچه را پیدا کرد، اون زن عدهش تمام با وضع هم. و آن کسانی که موت داده می شوند از شما و می گذارن زنانی، پس اون زنان بند کنن خود را از نکاح، نفسهای خود را 4 ماه و 10 روز. پس وقتی که تکمیل شد میاد آنها، گناهی بر شما اولیای متوفا نیست در آنچه این زن انجام میده با نفس خودش. این زنان همچه خواستن نکاح کنن و بعضی اینقدر عجولن که شوهرشون مرده 4 ماه و 10 روز تکمیل نمی کنن، شوهر دیگر میگیرن و در قدیم زیاد بوده، نشار را زود میگرید. این درست نیست. بعد از 4 ماه 10 روز حالا نو اجازه دارد شوهری بگیرد، احداد نکند، تدین کند. این مسئله نیست. والله بما تعملون خبیر. خب در این مدت عده بشونید، عده متوفان ها زوجها هست یا عده زن مطلقه هست. در ایام عده پیام نکاح بی این بیوه صراحتا ممنوعه، کنایتا الله تعالی اجازه داد. صراحتا اینه که شما پیام نکاح را بهش ابلاغ کنید، مستقیم به ذریعه تلفن امروزالو فلان خانم بده، گوشی را که گرفت تو من مشتری تو ناراحت نباش، شوهرت فوت کرده ناراحت نباش، طلاق داده تو را ناراحت نباش. در عده پیام نکاح صراحتا حرامه. این مثل اینه که زنی شوهر داشته باشد و شما پیام نکاح بدید، حرام قطعا. لذا در عده اون مال شوهره که مرده یا طلاق داده، لذا پیام نکاح
در ایام عده صراحتا ممنوعه، کنایتا و عرفا ممنوع نیست. اینا تعریض میگوین، تعریض به معنی اشاره، کنایه. طوری کلمات را الهام کنید آنجا که خانم بفهمد که حضرت میلی دارد. زن خوب و پارسایی، تجربه کاری، بیوهی گیر می آمد، هم مسنیم، لحظه خوب بود. تو لحظه اونم میدانند که حضرت دیگه قلبش درد داره. اگر میلی به حضرت داشته باشد دیگه خطبه کنندگان را جواب نمیده. نیست گناهی بر شما در آنچه که اشاره میکنید با آن کلمات عرفی. من خطبت النساء بیان ما هست، از پیام نکاح. خطبه نساء یعنی پیام نکاح را شما اشارتن بگید، یا اینکه اشارتن نگفتید. زنکه بیوه شد، شوهرش مرد یا طلاق رسید و او توی عده، حضرت در دل مخفی کند که عدهش تمام میشه، قاصده من از همه جلوتر برای این بیوه میره. این در دل داشته باشی، این الله تعالی میگه گناهی نیست. یا مخفی داشته باشی در نفستان. باقی اشاره را الله تعالی جایز کرد. در دل دارید که بعد از عده این زن را نکاح میکنی، عدهش بگذرد. الله تعالی میدانست که نه قلب شما این تصور را میتواند دور کند و گاگای آنقدر عشق پیدا میشه که بدون تعریض و بدون سلام و علیک اشاره‌ای شما هم صبری ندارید. هر روز میرید اونجا و حال بچه ها را میپرسید که حال بچه ها چطوره و قربان برادر بشم، وفات کرد. و نشار بیچاره میفهمد که حضرت اینقدر خدمت میکنه برادر زاده ها را، لحظه شاید مادر برادر زاد نه، مادر این بچه ها را، مادر این برادر زاده ها را آخر خدمتی میکنه. به خاطر این اشاره را الله تعالی میداند که قلب شما صبر ندارد و چنین کاری میکنید. این خاطر علم الله میداند که شما تذکره آنها را در قلب یا با اشاره میکنید، لیکن حق نداری ولا تواعدوهن سرا. عموما توی عده مردم پیام محرمانه میفرستن. یک زن عاقله را میفرستن که برو بگو بیورا که ما مشتری تو هستی، عدت بگذره، ناراحت نباش. یا امروز با هزاران تار و تلیفون و بیستی و موبایل همه کارها آسان شده. این خاطر الله تعالی میگه حق نداری که صراحتا پیام بدهید، مستقیما یا به واسطه که رب فرستید، این حق را نداری. خیالش داشته باشید، اشارهش بکنید، لیکن پیام مستقیم نکاح این حق را ندار. ولکن لا تواعدوهن به الفاظ سری سرن، که عموما پیام سرن میره. وقتی سرن ممنوعه، علنا که به طریق کلا ممنوعه. الا ان تقولوا قولا معروفا، ها مگر این که بگی سخن معروف، یعنی همان سخن تعریض، آنچه مروجه عرف برای تعریضن. هر کسی عرفی دارد، چطور تعریض میکنی، چطور شفقت میکنی، حالا خدمت برادرزاده ها با قوت تمام بشه. خب مادرش اون برادرزاده ها شاید بگن که حضرت میلی دارد. بسیاری به اصطلاح بلوچی ما نشاره ها بیچاره چشم انتظارشون خشک شده و برادرهای بی بخار اصلا پیامی نمی فرستند. واقعا قدیم این بلوچه های ما رسم خیلی خوبی داشت. این ازدواج بیوه، یعنی اگر کسی برادرش فوت کرد از دنیا رفت که در این دیار رسم بوده نشان را می گرفتن، یکی از فلسفه های این رسم خیلی رسم خوبی بود. امروز واقعا ما می بینیم فقط گردن کلفتی و آزادی و نعوذ بالله بیبندوباری و این چیزها. خب این خانم با 2 تا بچه، با 3 تا بچه، 4 تا بچه، این بیچاره چطور عمرش بره پیر بشه؟ دیگر کسی جرأت نمی کند که بهش پیام بفرسته. او از ترس بچه هایش هم نمیتوانه کسی دیگر را ازدواج کنه. و اگر ثروتمنده، از اون ثروت و مالی که در اختیار دارد زن
از اون سراغ اگر ازدواج بکنه دیگری را کسی نمیگذارد. لیکن اگر برادر اون بچه هایش به اصطلاح بیان ازدواج کنن، هم بچه های برادرش تربیت میشن و همون زن بیچاره به نوایی میرسه، او ول نمیشه. نه خودشان نکاح میکنن و نه دیگری را جرأت میکنن، دیگری جرأت نمیکنه. اون هم زن بیچاره به خاطر این ساختمان، به خاطر بچه هایش، به خاطر اون متاعی که از شوهر به دستش مانده، هم نمیتواند دیگه جرأتی بکنه دو جای دیگر ازدواج کنه. این خودکشی بلوچ ها رسم خیلی خوبی داشت. هم بچه ها سرپرست میشدن و هم بیچاره مادر بچه یک در سن با 4 تا بچه بیوه و تمام زندگی بیوه ظلم به نوایی میرسه بیچاره، ولی هم که پیرمردی باشد. ولا تعظیموا عقدة النکاح. حکم چهارم اینه که قطعی نکنید عقد نکاح را در عده حتی یبلغ الکتاب اجله، تا مکتوب الهی به تاریخ خودش برسه 4 ماه و 10 روز متوفی عنها. حالا اگر کسی در عده زنی را عقد کرد، چه عده طلاقه چه عده وفاته، این عقد منعقد اصلا نمیشه و این عقد قطعا حرام است. و در قدیم هم اینطوری کردن، بسیاری را کردن. یک قاضی را دیگه مولای گفت که تو در عده عقد چطور خواندی؟ او عجله داشته که نشان را زود بگیره، مولای را تانه زد. دیگه مولایی که از همون کوچه ها که گرفتی و عقد فلانی خان را خواندی سهم ما را بیاد. او هم چون که بزرگی بود او را تانه زد، گفت حضرت ما شرط کرده ایم. و بس کن چه شرط کرده ایم؟ بره را جلوی گرگ میگذاری و باز شک بکن، گرگ نگاه کن دست نزنی. این که دیگه حرام، عقد منعقد نمی شود. وقت عقد منعقد نشد قربان قطعا حرام و زنا. خدا نجات بدهد. قرآن عجیب بیان رب العالمین هست. لا تعظیموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. او از این اراده گناه الله سبحانه و تعالی می فرماید که اراده گناه را نکنید. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فی انفسکم فاحذروه. یقین داشته باشید و مردم که الله تعالی میداند آنچه در دل شما، لذا بترسید از خدا. قانون خدا را نادیده نگیرید که نشاره میگیری عده نمیگذاری بگذره، این کار را نکنید. وَاعْلَمُوا یقین کنید که ان الله غفور حلیم، الله تعالی بخشنده است، حلیمه. بر عدم مؤاخذه مغرور نباشید. او بخشنده است، مهلت میده، چند سبای مهلت میده. وقتی شما را گرفت کرد، شما قانون خدا را نقض کردید. الله تعالی میگه 4 ماه و 10 روز، شما 3 ماه میگذرانید. و بعضی بلوچه های همه 3 ماه و 10 روز همین تو دهنش مانده که عده 3 ماه و 10 روز. 10 روزش یاده، اونجا از 4 ماه 3 ماه کرده. همیشه میگه 3 ماه و 10 روز را گذرانیده، بابا هنوز 1 ماه دیگه مانده. 10 روز چیه؟ کی گفته؟ همین 10 روز تو ذهن، 3 ماه و 10 روز. حالا عده متوفانها زوجها 4 ماه و 10 روزه، نه 3 ماه و 10 روز. هیچ عده‌ای 3 ماه و 10 روز نیست. اینها درست کردن مسئله. 10 روز از اینجا گرفته و 3 ماه را از اون آیسه گرفته و آمد هند. و مگه میفهمندی زمانی که همین طور کرده بود. یک زندانی 4-5 سال زندان بود، کشتندش و آخر زنش را یک عاشقی میخواست بگیره، همینطور تو عده رفته بود و قاطبی و پیام و دامادی. ما خبر شدیم و گفتیم بابا از خود حیا کن، نکاح تو بسته نشده، ولی هنوز عروسی نکرده بود. این عده میگه 3 ماه و 10 روز تکمیل شده. بابا 3 ماه و 10 روز نه، 4 ماه و 10 روزه. و شوهر سالهای سال توی زندان بوده، اصلا ندیده این خانم هم اون ندیده باشه. عده حکم خدای. والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا یتربصن
نگفته که حتما شوهر در کنارش باشه عده بگذارد. عده در حقیقت متوفا انها زوجها، این یک حد شرعیه، این به خاطر پاکی رحم، ولا هم که در این 4 ماه و 10 روز هم یک نوبت هم زن حیض نشه عدهش بگذاره. لیکن اونجا که متعلقه هست اون همون فلسفه که حیض هم می آید، به خاطر اینه که این دیگه بچه ای ندارد. قرآن عظیم الشان بیان زیبایی دارد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن. این همون بیان اقسام مطلقه. چون من عرض کردم زنی که به طلاق میرسه مدخول بها هست یا غیر مدخول بها هست؟ اگر غیر مدخول بها هست از سوالت خالی نیست. مهرش طی شده یا نشده؟ اگر مهرش طی نشد و طلاق شد تو یک دست لباس، حالا در عرف ما همون پیراهن و شلوار و چادر، نه روسری، چادر بزرگ، هم مطابق طاقت شوهر باید این دست لباس را بده. حالا اگر در عرفهای دیگر لباسی بیشتر اضافه میشه اون هم باید بشه، او داده بشه باید. اگر غیر مدخول بها طلاق شد و مهرش طی شده بود نصف مهر را باید بده. و اگر مدخول بها طلاق شد، اگر مهر تعیین نیست و همینطور زن نکاح کرده و مثلا دخول هم انجام گرفته، اونجا مهر مصری باید بده. و اگر مهر طی شده همون مهر طی شده را باید پرداخت کنه. گناهی نیست بر شما اگر طلاق دادی زنان را تا زمانی که دست نزدید اون زنان را. او اینجا هم عطفه ما لم تمسوهن او لم تفریضوا لهن فریضه. پس ببینید غیر مدخول بها، حالا اونجا که نوشته حقیقتا یا حکمان من توضیح قبلا برای شما دادم، اگر در اتاقی بدون مانع جمع شدن در حکم مدخول بها، ولا هم که بگم بابا ما دست نمیزنیم ولی و بله و این طرف اون طرف بزنیم، بله ما خب باور نمیکنه، شریعت هم باور نمیکنه که تمام شب در اتاق، تمام روز پشت درهای بسته و ما میگیم ما دست نمیزنیم. درسته هم هست طرفه، شریعت هم این قبول نمید، در حکم مدخول به های حساب شد. و متعوهن، همین نامزد که مهرش تعیین نشده سامان بدهید اینها را، یعنی دست لباس. علی الموسی اندازه همون سرمایه‌دار و علی المقتر بر فقیر اندازه همون فقیری، دست لباس. این متاع بالمعروف، این یک سامان کوچیکیه به طریق معروف بدید. دل شما واسه بهاد من این دستی زدم بدن نامزد شده حالا 100,000 تومان برای لباسش بدم، محرم طی نشده. الله تعالی میگه به طور معروف با دل فراخ. این متعه دادن، اینه میگه متعه، این واجبه، این منفعت. مگه حضرت دیشب مطالعه میکردم حضرت حسن رضی الله تعالی عنه زنی را طلاق 10,000 درهم تقدیم کرد. گفت متاع قلیل من حبیب مفارق، این سامان مختصریه از طرف یک دوستی که جدا شده است تو جدا کرده است. بابا سیدات اینقدر عنایت داشت. متاع قلیل من حبیب مفارق. بله این الله تعالی میگه این سامانیه به طریق معروف باید داد. او این هم حقا علی المحسنین، حق لازمیه بر تمام نیکوکاران یعنی مسلمان ها. این متعه یعنی این سامان را دادن، این دست لباس را واجب است. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، شما طلاق دادید زنان را ای مردان لیکن قبل از این که آنها را دست بزنید، نه حقیقتا دستشون زدید و نه حکما. حالا که شما مهر آنها را طی هم کردید، فرضتم لهن فریضه، پس نصف ما فرضتم را باید پرداخت کنید. ها
مگر اون زنان بگه ما نمیخواهیم، یعفونه، اون را ببخشد، یا ببخشد اون مردی که در قبضه اون عقد نکاح بوده، کل مهر را داده، نامزد را 10 میلیون داده، حالا هم طلاقش داده، بگه من هیچی نمیخوام. اینطوری کسی پیدا میشه؟ بله زیادن. مثل امام حسن بگم متان قلیل من حبیب المفارق. بعد الله تعالی به مردان ترغیب میدهد که و انطاف و اقرب للتقوا، و مردا اگر شما عفو کنید خیلی نزدیک به تقوا هست. این زن بیچاره را ازدواج کردی، دست هم نزدی، طلاق دادی، حالا چرغلان 10 میلیون برای یک سرمایه‌دار بده به یک زن مسکینی که خدا میلیونها پول در اختیار او گذاشته، چیه؟ مثل 10,000 تومان یک مسکینی بده. این خاطر قرآن ترغیب به تقوا میدهد که شما مردان کاملا مهر پرداخت کنید و اگر پرداخت کرده اید نصفش را نگیرید. لحظا این واقعا خیلی چیز خوبیه. به زنان و به مردان ترغیبه، اگر عفو کردید زنی مهر نگیرید، نصف مهر هم گفت نمیگیرم، مرد نداره بده، مرد بیمالیه، بی عصابی، هم مال نداشته هم عصاب نداشته، نامزد طلاق داده. خب اگر عفو کردید اقرب به تقوا. ولا تنسبوا الفضل، به مردان ترغیب میدهد که شما اون فضیلتی را که بین شما بوده است فراموش نکنید. بله یک روزی تو به عنوان شوهر بوده ای و او به عنوان خانم بوده ای و بین شما یک محبت و ارتباطی برقرار شده، شیرینی خوری به اصطلاح شده، تو میر داماد بودی و او هم به اصطلاح خاتون بوده، چه کدبانو بوده. لحظا شما این فضیلت را که بین شما بوده فراموش نکنید. خدا میفرماید لا تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر. الله به آنچه که شما عمل میکنید بصیره. خب این امور انتظامیه بیان شدن سروران گرامی که به خاطر این طلاق و نکاح و عده و مهر و این چیزها همش نزاع و اختلاف و دادگاه کشیه. الله تعالی میگه من قانونی برقرار کردم، طلاق شد، متوفا شد. چطوره؟ این قانون من خدا هست. وقتی شما بر قانون من خدا عمل کنید اختلافی نیست. شما طبق قانون اگر طلاقی رخ داد به زن حق و حساب بدید، به متوفانها زوجها حق و حساب بدید، نسبت به اولاد که شیر میدید حق و حساب را بدید. شما مسلمان ها چرا دیگه اختلاف میکنید؟ امروز اکثر اختلافات و دادگاه ها یا به خاطر زنند یا ذره یا زمینه. الله تعالی گفت حرام خوری نکنید، نه حق مال یک دیگر را نکنید، ولا تدلوا بهایل الحکام هم نکنید. مسئله زنان را بیان کرد که نزاع اکثر از اینجا حرکت میکنه. مسئله زمین را که میراث میشه همیشه اختلافات شدیدی میشه، خیلی نمیشه شدید، خیلی شدید میشه. یک سرا در موقعیت تجاری قرار داره برای اون مردم میخواه خود را بکشن. این خاطر الله تعالی قانون بیان کرد. در ضمن بیان قانون امور مصلحه بیان کرد. مسئله روزه را، مسئله حج را و اکنون مسئله نماز را بیان میکند. امر مصلح نمازها را بخوانید که در شبانه روز یک انسانی 5 مرتبه خود را مامور و محکوم به حکم خدا میداند. اگر در زندگی یک مرتبه طلاقی رخ داد او حدود الهی را میتواند رعایت کند. یک نمازخوان که در شبانه روز 5 مرتبه خود را محکوم و مامور رب العالمین میداند و نماز را با تمام حقوقش میخواند و محافظ نمازه، اگر در زندگی به مسئله نکاحی و طلاقی و چنین چیزی برخورد کرد او حدود مقررات خدا را میتونه رعایت. این خاطر امر مصلح حافظوا علی الصلوات بیان امر، چون که نماز برای عمل بر احکامات ممد و امر مصلح. محافظت کنی نمازها را و خصوصا نماز درمیانی را. نزد جمهور نماز درمیانی اصل
این نماز درمیانی، چون روز از صبح شروع میشه، از صبح شروع میشود، صبح و ظهر و بعد مغرب و عشاء. عموما در عرف همینطوره. نماز صلات وسطی نماز عصر میشه، مغرب و عشاء، صبح و ظهر این وسط عصره. و علت و دلیل عقلی هم دارد برای این مطلب که هجوم کارها موقع عصر هست. در دنیا، در سیستم زندگی بشر، بازارهای دنیا در تمام 4 موقع عصر باز میشن. درسته؟ اکثر بازارها عصر بازن. خب هجوم کار کشاورزی هم موقع عصره. آب فراهم کن، مسیر آب آبی است که شب باید گردش بده، این بزگر باید تمام انتظام شبش را در روز بکنه. خصوصا اون زمانه ها که دیگه این امکانات چراغ و فانوس و این چیزها اصلا نبوده. امروز امکانات چراغی هست و مردم چراغ دستی به دست میگیرند و چراغ قوه‌ای به دست میگیرند و هنوز شاید کاری بتونن بکنن. و عموما کارهای کشاورزی عصر انجام میگیرند. بعد از ظهر عصر همه مشغولن که سبزی را بچینن که به بازار صبح زود عرضه کنن، مثلا میوه را بچینن که صبح زود به میدان بار ارزش میکنن. هنوز سحر نشده، شما میبینید به جلوی هیچ مسجد خدا اینقدر تجمع نیست که در میدان بار تجمع. ماشین ها شب وارد میشن که خب باقی نداره زاهدان از کجای دنیا، از هر کجا واردن. الان هم میرن پارک میشن که صبح مشتری ها هجوم میکنن. الان واردن هم گذاشتن. خب اون جاهای دیگری که اطراف شهرها کشاورزیه، عموما مردم موقع عصر مشغول به کار کشاورزی. دامدارها که ما دامداری کردی همیشه موقع عصر، موقع دوشیدن و رخصت کردن بزها و بزغاله ها هست، از دیگر جدا میکنن. سندات که میان دامدارها اینقدر شاه گویا که بچه اینها از کجا دنیا آمد، شاه آفتین را میزنن، پوزی را به دهنش میدن. الان که گوسفنده را بدعادت کردن باید نان و جو و غیره بدن. اون قدیم که نان و جایی نبود، گوسفند میامد با پستان پر از شیر. دیگه این صاحب چقدر خوشحاله. ولکم جمال حین تریحون و حین تسرحون. به این خاطر الله تعالی بیان کرد که از همه نمازهای سخت نماز عصر است. هجوم کارهای کشاورزی، دامداری، تجاری. به این خاطر الله تعالی گفت ببینید نماز را ضایع نکنید، برید به مسجد نماز بخوانید. بگذار دام را کمی بود صدا میده، میش آماده است، تو نماز بخوان بیا بدوشیش. بگذار تجارت را، همه مشتری ها صف کشیدن، تو برای نماز وقت نداری، این مشتری را جواب بده، اون مشتری را جواب بده، بفرما آقا، بفرما خانم، این بفرما را بگذار، برو نماز بخوان، باید بیا بفرما. این خاطر البته بعضی میگن هر نماز صلات وسطی. الله تعالی تخصیص اول عام که الصلوات و بعد صبح نماز درمیانی. صبح هم ببینی نماز درمیانی، چون شب در اسلام جلو هست. از نماز مغرب شب شروع میشه، نماز مغرب و عشاء. صبح هم که نماز وسط میشه، ظهر و عصر که این طرف میاد. از اون نصابی که ما حساب داریم، حساب شب و روز در اسلام، شب مقدم، روز مؤخره. حالا این روز چیه؟ این روزی که الان ما تویش هستیم چهارشنبه، نه؟ شبش کجاه؟ گذشته. و شب چهارشنبه دیشب همین شب بود که گذشت. امشب که میاد این شب چیه؟ پنجشنبه. و این حسابهایی که میکنن این انگلیسی ها و اینا هم شاید بخیالم روز را مقدم میکنن، شب بعد میکنن. همینطوره. دامن میگه شب، میگه چهارشنبه شب میگه، چهارشنبه شب، یعنی امشب را اونها چهارشنبه شب میگن. درسته؟ خب لیکن در اسلام نه.
شب جمعه مقدم، روز جمعه مؤخره. اون شب شنبه میشه. خب این خاطر نماز صبح هم واقعا نماز گرانیه. همه خوابن، از خواب بلند شدن کار آسانی نیست. الله تعالی تاکید کرد که حافظوا علی الصلاة و علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین، و قیام کنید برای خدا در حالی که سکوت داشته باشید. قانتین به معنی ساکت باشید، حرف نزنید در نماز. در صدر اسلام در نماز هم حرف و اشاره بود. هم توی نماز حرفی میزدن، هم اشاره میکردن. الله تعالی گفت قانتین باشید، یعنی ساکت. تکلم در نماز جایز نیست. بعد همین آیه منسوخ میگه شده. دیگه الان کسی در نماز حرف زد نمازش فاسده. پس نمازه دیگه، حرفی مرفی نیست. و بعضی از اینها نماز هم میخوانند و کلید هم میدند و همین مجتهدان زمان ما هیچ توجه نمیکنن. و پاره هم خودشون عمدن فراخ میکنن. و کی گفته ده پایست اینطور فراخ کن؟ چرا؟ ائمه گفتن که باید اندازه فاصله بدید یا پاها فراخ نکنید. اما هیچ امامی هم نگفته که کسی از 4 ناخن پاها را فراختر کرد ممنوعیتی داره. هیچ انسان جسیمیه، گرمه، پاها را به هم بشستان اذیت میشه. خب مسئله از فاصله بدید. حالا دیگه اینه برعکس کردن و پاها را اینطور زدن و حالت قیافه گرفتن، این که دیگه بعضی مجتهدینن. خب اگر خطری آمد که شما نماز را به طرز نماز نمیتونی بخوانی، دشمن جنگ جبهه تو روی پا ایستاده در برابر دشمن، سلاحم به دست، نیت نماز، به اشاره نماز بخوان. یا سواری بر اسب روی دشمن ایستاده در حال همین سواری اشاره کن نماز را بخوان. تا این اندازه نماز اهمیت دارد که روی به اشاره هم شده نماز را قضا نکنی. و اگر در سنگری هم به اشاره میتونی نماز بخوانی، نشسته رخت به دشمن باشد، هم نگاه کن، هم نیت کن، هم نماز بخوان. تا این اندازه باید نماز محافظت بشه که خیلی حالت حساس. و اگر شما خوفی داشتید از دشمن و به دستور معروف هم نمیتوانی نماز بخوانی، تو نماز بخوانی در حالی که روی پا ایستاده اید و در حالی که سواری بر اسب یا سوار تانکی و سوار ماشین جنگی به اشاره نماز بخوان. حضرت امام شافعی فرموده فرجالن یعنی مشاتن، داری راه میری و نماز هم میخوانی. لیکن امام ابو حنیفه رحمه الله میگه رجالن به معنی ایستاده، روی پاها ایستاده، در حالی که ایستاده راه نره، بیسته به اشاره نماز بخوانه. لازم نیست که دست ببنده و لازم هم نیست که پوتین را و کفش را هم از پا در آوره. مجاهد همش توی زمین راه میره، کفشاش تمیزن، لحظه با همون پوتین با همون لباس نماز بخوان. و اگر خیلی شدت گرفت جنگ که فرصت اشاره نیست، جنگه، موقع نماز هم هست، تو نماز تأخیر میشه، جهاد تأخیر نمیشه. که در جنگ احزاب 3 موقع 4 موقع نماز فشار دشمن بود و هجوم دشمن بود، صحابه نتونستن نماز بخوانن و بعد پیغمبر نماز را با صحابه قضا کرد و بعد دعایی هم کرد که خدا قبر شما را پر از آتش کند که شما ما را مشغول کردید از نماز، خصوصا من صلاة الوسطى، نماز عصر. نه موقع نماز عصر میخواستن هجوم بیارن و در این عصر هم هوا سرد شده، ملائمه و بتونن نعوذ بالله به کامیابی برسند و در تاریکی شب تاراج کنند. مگر پیغمبر علیه السلام در دفاع نماز عصرشون قضا شد و بعد اونها را بدعاهند شغلونا عن الصلاة و الصلاة الوسطى.
فیضا امنتم، وقتی شما امنیت حاصل کرده از دشمن تو خدا را یاد کنید یا نماز بخوانید، به همان طریق خدا شما را تعلیم داده چیزایی که شما نبودید قبل از تعلیم بدانید. نماز یک مسئله ای که خدا پیغمبر برای آموزش و تعلیم فرستاد. نماز حالا ارکان مخصوصه را این پیغمبر علیه السلام آموزش داده. صلوا کما رأیتمونی اصلی. ورنه نماز در لغت به معنی دعا هست و این احکام مخصوصه که امروز به نام نماز انجام میگیرن، این احکام را پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آموزش داده. شما نبودید که بدانید قبل از تعلیم پیغمبر. خب این حکم استحبابی متوفان ها زوجها عند الشیخ. این آیه والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف والله عزیز حکیم. این با اون والذین یتوفون میگویند این آیه منسوخ شده و ناسخش همونه که قبلا خواندید. والذین یتوفون اگر که در کتابت این مقدمه و این مؤخر در کتابت، لیکن در نزول این مقدم بوده و آن مؤخر بوده. اول حکم این بوده که شوهر متوفا برای زنش 1 سال توصیه کند که بهش خرج بدن، نفقه بدن و زن هم باید 1 سال در عده میماند. 1 سال اسلام آمد بر زن هم رحم کرد، عده 1 سال را به 4 ماه 10 روز رسانید. این یک حکمتیه که خدا میداند و ما باید در این امر تعبدی عقل خود را به کار نبندیم. امر تعبدی اینه میگن که عقل اونجا کار نمی کند، فقط باید اتباع کند. امر تعبدی نمیگن. پس بعد الله تعالی این آیه را منسوخ کرده. دیگه 4 ماه 10 روز عده است. در این ایام عده باید مسکن، نفقه، لباس بهش داده بشه به اضافه حق میراثش هم تعیین شده که میراث میبرد از شوهر. و مولانا حسین علی رحمه الله همه آیات منسوخه را توجیه میکنند. ایشان میگویند واجب نیست لیکن مستحب هست که شوهر توصیه کند اولیاء خود را که خانم بیچاره من را که من از کردستان و ترکمنستان گرفتم و آوردم حقش بدید بیچاره. این نیست که خانم از کردستان گرفته شما هیچ حقی نمیدیدش، نه از ساختمانهای شوهر، نه از پولش، نه از بازارهای تجاریش، هیچی بهش نمیدید که این نمیدانم از جای دیگر آورده شده. این کار را نکنید. باید این شوهر توصیه کند و در وصیت‌نامه های خودش بنویسه که حق و حقوق زنان من را بدید. چون به زنان که حق نمیدن بیچاره. پس آنهایی که موت داده میشه از شما میگذارند ازواج باید وصیت کنند لیوسو وصیتاً برای زنان خودش، لا وجوباً بل استحباباً بعد از وضع هم یا گذشتن 4 اشهر و عشرا وصیت کنن برای ازواج خود. وصیت یک سامانی را تا 1 سال غیر اخراج باشن اون زنان غیر خارج شده از خانه ها، از خانه ها اخراج نشد. بگذارید تا زن نشسته تو سرا بشینه بچه‌ش نگهداری کنه. فین خرجنا اگر بعد از عده این خانم ها آمدن بیرون گناهی بر آنها نیست در آن که اینها انجام دادن. خانم عده را گذرانیده، 4 ماه 10 روز را گذرانیده، الان این خانم میخواهد ازدواج کنه، خواستگاری از اولیای متوفا کسی ازدواج نمی کنه، مثلا نشانه کسی دیگر نمیگیره، دیگر کسی پیام میفرسته، نمیگذارم بیچاره را. این بیچاره 2 تا بچه داره، 3 تا بچه داره، زنه به سن 25 سال بیوه شده یا فوقش به سن 30 سال بیوه شده،
این بیچاره را نمیگذاره ازدواج کنه، حلافش میکنه. و خدای عزوجل گفته نباید اینطور بکنی. تو در خانه فلان ولی بودی، تو در خانه فلان صدیق بودی، تو در خانه فلان آقا بودی، لحاظا بودی کسی را میری ازدواج میکنی؟ چرا بیچاره را حلاف میکنی؟ گناهی نیست بر شما ای اولیای شوهرها در آن که این خانمها بعد از عده انجام میدن با نفسهای خودشون از معروف ازدواج میکنن یا میخوان برن جای دیگر حواساب شدید. قرآن چقدر دیوا بیان میکنن. واقعا ما موارد داریم زنان بیچاره را حلاف دارن، خواستگارها را چنان مهیب میکنن. تو آمد و اولیای شوهر میگن که باید تو پیدا بشی شوهرت مرده. این رسمهای هندو هستن. هندوها در قدیم اگر زنی شوهرش میمرد اون زن را زنده با شوهر میسوختن. حالا که میگن قدغن شده، نمی سوزانن زن را که شوهرش مرده ولی هم بدون بچه، لیکن این زن دیگه حقی ندارد نکاح. این رسم هندوها، رسم اسلام نیست. وقتی صدیق اکبر فوت کردن، وقتی جعفر طیار فوت کردن، حضرت علی زن جعفر طیار را به عقد حضرت ابوبکر صدیق دادن. اسما بنت عمر فرزندش به نام محمد متولد شد، محمد ابن ابی بکر. وقتی حضرت ابوبکر صدیق از دنیا رفتن، لحظا باز بنت امیس را، اسما بنت امیس را حضرت علی ازدواج کردن و پسر حضرت ابوبکر محمد ابن ابی بکر هم پرورش دادن در کنار فرزندان خودش امام حسن و امام حسین رضی الله تعالی عنهما. و این محمد ابن ابی بکر از کسانی بود که بر علیه عثمان شوریده بودند و حضرت عایشه بر علیه برادرش هم قیام کرد. گفت باید که ناحق امیر مظلوم امیر معاویه را شهید کرده بعدی مجازات. مطلق زنان که بهشون طلاق داده شد استحبابا یک دست لباس باید بدن، مهر هم بدن، دست لباس هم بدن. خواه مدخول بها مهر طی شده یا طی نشده یا غیر مدخول بها مهر طی شده، مهر هم بدن و یک دست لباس بدن. این استحباب، یعنی به هر زنی که طلاق بهش رسید اسلام گفته این بیچاره خیلی ناراحت شده، متوحش شده، مرد یک دست لباسی باید بخره بده بعد از طلاق. همون مسئله را بیان میکنه، استحبابیه. یک صورت واجبیه که غیر مدخول بها طلاق برسه مهرش طی نشده، فقط اونجا دست لباس وجوبیه باید بده. لیکن هر زنی که طلاق گرفت و طلاقش داد بعد از طلاق هم باید دست لباسی بده تا اون وحشتش و اون ناراحتیش یک مقداری مرهم گذاشته بشه. و برای زنانی طلاق داده شده متاع بالمعروف حق هست بر متقین، یعنی ثبت ثبوتا علی المتقین، آنهایی که از کفر و شرک اجتناب میکنن یعنی مؤمنان. کذالک یبین الله لكم آیاته، به همین طریقه بیان میفرماند الله سبحانه و تعالی برای شما آیات احکامش را تا شما عقل کنید. بعد از این بیان امور انتظامی و امر مصلح، الله تعالی مسئله انفاق و جهاد را دو مرتبه تکرار. الله سبحانه و تعالی میگه از جهاد عقب نشینی ذلت است. فقط در جهاد بزرگترین خطری که انسان را تهدید میکند مرگ. چیه؟ مرگ. الله تعالی میگه از جلوی مرگ شما چه فراری ندارید. شما ندیدید قبل از شما قومی بود وقتی از جلوی جنگ و جهاد فرار کردن الله تعالی همه آنها را گفت بمیرید مردن.
شما جلوی جنگ کجا فرار میکنید؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، اینها خارج شدن از خانه هاشون در حالی که اینها هزاران نفر بودن، از ترس مرگ خارج شدن، حذر الموت، از ترس مرگ خانه ها را ول کردن و فرار کردن. فقال لهم الله موتوا، الله تعالی به طور تکوینی به آنها گفت بمیرید. تو فماتوا 8 ایام. تفسیر ابو سعود میگه اینها 8 شبانه روز مردن. ثم احیاهم، الله تعالی بعد اینها را زنده کرد، اینها را زنده کرد و آثار مرگ بر اینها بود. نبی اینها میگن دعا کرد، التماس کرد و خدا اینها را زنده کرد. این یک قومیه که قرآن نه تاریخ آنها را بیان کرده، نه نبی آنها را فرمانده آنها را بیان کرده، نه زمان و نه مکان آنها را بیان کرده. به این خاطر بعض مفسر میگه علمشان را ما به خدا تفویض میکنیم و بعضی ها تا این عقیده را دارند که این یک تمثیلیه. آنهایی که از جلوی مرگ فرار کردن باز هم از مرگ نجات نکردن، به مرور زمان مردن، یا اینکه دشمن بر آنها مسلط شد و همه را از تیغ گذراند و بعد نسل آنها را احیا کرد. ثم احیاهم، نسل آنها را احیا کرد و آنها روی کار آمدن. یعنی برای مسلمان جایز نیست که به خاطر زندگی و به خاطر زندگی از میدان جنگ فرار کنه. اگر سیستمیه همونه به خاطر جنگ فرار میکنه که اینجا موقعیت ایجاب نمیکنه، من خود را به پناهگاهی میکشم و جان امریکایی ها را میگیرم، خب برای این مومن جایز موقعیت ایجاب نمیکنه، میکشه خود را به پناهگاه های الهی و حیطه زندگی را بر کافرها تنگ میکنه. همیشه موشک و حمله و اینها خدا جای دیگر دو صورت استثنایی را ذکر کرده. برای جنگ، به نیت جنگ، به موقعیت جنگ فرار میکنه و میره، نه به خاطر اینکه من دیگه از مرگ نجات. اون کسی که فرار میکنه به نیت که من نمیرم، این اشتباه، نیتش خوب باشه. برای موقعیت جنگ که از این سنگر به اون سنگر میرم، از این پناهگاه به اون پناهگاه میرم و حیطه را بر کفار تنگ میکنم، این نیت خوبه. الا متحربا لقتال، متحربا لقتال او متحیزا الى فئه، غیر این صورت باشد تو فقط بعد غضب من و از گناههای بسیار کبیره فرار در میدان نبرد. خلاصه الله تعالی میگه اونها را من کشتم، زنده کردم. ان الله لذو فضل علی الناس، که بعد از موت زنده کرده شدن، ولکن اکثر الناس لا یشکرون. قاتلوا فی سبیل الله، قتال کنید در راه خدا، در راه خدا قتال کنید. قتال در راه خدا برای چی؟ اینجا توضیح واقعا نوشته بود، لذت بردم و گفتم برای شما میخوانم. قاتلوا فی سبیل الله، قتال کنید در راه خدا. این مفسر فرمود قاتلوا فی سبیل الله هو القتال لإعلاء کلمة الحق. قتال برای اینه که کلمه حق بالا بره و دیگه قتال به خاطر اینه که لتأمین دعوت اسلام در امان باشد، یعنی قدرت دعوت برقرار بشه، لتأمین دعوت و نشر دین. قتال بینه که ما بتونیم در هر قسمت دعوت دین خدا را ابلاغ کنیم.
در قسمت بازار، در قسمت دانشگاه، در قسمت های ارتش، در قسمت های که تجمع بشری دعوت تامین بشه. قتال در راه خدا برای اینه که دعوت دین خدا را ما بتونیم ابلاغ کنیم و نشر دین کنیم، حتی لا یغلب اهله، اهل دین مغلوب نشن. حق حضور در تجمعات ندارن، در بازار ندارن. ولا یصدهم صاد عن اقامت شعائره، و هیچ مانع شعائر الهی نباشند. مانع سخنرانی دین اسلام، توحید، تایید پیغمبر، هیچ مانعی از اقامه شعائر دین نباشند. علنا بتونن تمام شعائر دین را احیا کنن، جمعه، عیدین، عرض خدمت شما، دعوت، تبلیغ، نشر قرآن به همه ابلاغ بشه و تلقین اوامره. جهاد به خاطر اینه که اوامر الهی تلقین بشن و دفاع عن بلاد الاسلام، و دفاع بشه از شهرهای اسلامی. اذا همت طامع فی اغتصابها، وقتی یک طمع کننده اراده کند که این بلاد اسلامی را قطعه کند و تمتع به خیراتها و از خوبی های بلاد اسلامی بهره برداری کند. جهاد برای اینه که بلاد اسلامی از قطعه شدن محفوظ بمانند و خیرات اون بلاد اسلامی برای بلاد اسلام بمانند، برای اون ساکنان بمانند. امریکا برای این منافع سرشار دست نخورده افغانستان و عراق، برای این طلاهای یغما بکند این کارها رو میکنه و ارادت اذلالها. اینها جهاد به خاطر اینه که بلاد اسلامی و باشندگان او را به خاک ذلت نکشند و عدوان بر استقلال آنها نکنند. جهاد اینه بسیب الله. امروز با هر شکلی می جنگد اینها همه الی کلمت الله. سرمایه مسلمان ها را اینا یغما نبرند. جهاد باید دعوت، تبلیغ، ارشاد، ابلاغ دین الهی، شعائر الهی احیا بشن. من اینه میگم حجاب زنان این شعائر اسلام نیست، ولی هم که شده برای احیای حجاب این هم باید جهاد میشه. چه فرق میکنه؟ حالا اینجا میگوید فهذا امر لنا بان نتحلى بالشجاعة، ما باید لباس شجاعت را به تن بکنیم و نلبس سرابیل القوة و شلوار قوت را به تن کنیم. لیخشى العدو باسنا، تا دشمن از باس ما بترسه و یرهب جانبنا و نکون عزا و نحیا حیاتا سعیدتا فی دنیانا و آخرنا. ما باید و بعد اینجا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ میگه فَعَلَيْنَا أَن نُّرَاقِبَ أَنفُسَنَا فِيمَا أَسَاءَ أَن نَّعْتَذِرَ بِهِ عن التكفير عن امتثال الامر بالقتال بناء قولنا ماذا نعمل، ما چکار کنیم، ليس لنا في الامر من شيء، ما چکاری نداریم، ليس لنا من دون الله کاشفا الى نحو ذلك من فعلات الجبناء. میگه این لیتو لعله بزدلها هست، ما چکار کنیم. التي لا يتقبلها الله، این عذرها را خدا هم نمیپذیرد. و ما هي الا مراوغه و فرار من الاستعداد للدفاع. با اینکه ما چکار کنیم، از دست ما چیزی بر نمیآید، ما چکار کنیم، ما مسکینی، ما علی ما بلی. الله تعالی این مفسر داغ کرده، میگه این عذرها را خدا نمیپذیره و حقا نمیپذیره. واقعا روح انسان شاد از اون مسلمان ها که در میدانهای نبرد امروز در عراق و در افغانستان با این خبیثه ها در نبردن
و خدا قسم اگر کامیاب هستن همونا هست. چرا همه آیات الهی بر اونها دارد عمل میکنه. نماز میخوانن، روزه میگیرن، زکات میدن اگر دارا هستن، مال خود را، جان خود را، آسایش خود را اینها آوردند و دارن دفاع میکنن. و یک سری نعوذ بالله اینقدر یه غیرت هست که آمریکایی ها را و صلیب سرخی ها را به منزله شوهر قرار دادن که به آنها چیره بدن، ماش و عدسشون بدن، روغنشون بدن. بابا این کار مرد زنها را میده. بی غیرت ها غیرت کنی، اینها مال شما هستن. چیره میگیرند و نشستند و نگاه میکنند که بله بله ما روغن هم آمده، برنج هم آمده، ماش سولفی هم آمده. اونهایی که نبرد میکنن دنبال آنها هستن، نوکرها پشت سرشون. بله خدا عزت مسلمان ها را در جهاد گذاشته. قاتلوا فی سبیل الله، این قرآن خدا هست، شما میخوانید قاتلوا فی سبیل الله، شما در راه خدا جهاد کنید و بدانید که خدا سمیع و علیم هست. لمن یرغب فی الجهاد، لمن یرغب فی الجهاد و لمن لا یرغب. الله تعالی میگه اونهایی که ترغیب به جهاد میده هم خدا حرفشون میشنوه و آنهایی که ترغیب نمیده هم خدا حرفشون میشنوه. نیات همه را میداند که جهاد برای چیه. هدف ما این نیست که یک آقای بره امیر بشه، یک آقای بره رئیس بشه. به ما چیه؟ مگر این رئیس، این امیر برای ما جیره میفرسته و بعد بشیم. اگر برای ما جیره نمیفرسته ما خوشحال میشیم که قانون خدا و شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم در دنیا حاکمیت داشته باشد، عزت داشته باشد، حکم خدای ما احیا بشه، دستور پیغمبر ما اجرا بشه. و اگر کسی بی حیای دستور پیغمبر را نقض میکند و او را اگر بگن که تو دستور پیغمبر را و فرمان پیغمبر را اطاعت کن، یعنی ظلم اینا، سخت اینا، چیزی نمیفهمن. نه، به عینی دستور پیغمبر هر چی باشد دیگه دستور پیغمبر است. این تقسیم بندی الان این مستحب، این اولای غیر اولای فلان فلانه، به خدا قسم در صدر اسلام حکم پیغمبر، دستور پیغمبر هیچ امتیازی برای صحابه نداشته. حکم پیغمبر بوده. صحابه ها کامیاب شدن در حد پاک کردن یک کاسه هم سنت پیغمبر را برای خود سعادت می‌دانست. یک صحابی میخواست کاسه را پاک کنه، گفت بابا دعوتی از همین آیانهای ایرانی و رومی و دیگه گفت اینجا رسم نیست که کاسه را بند علی خاطر کودنهای احمقهایی که عادت ندارن ته کاسه را صاف بکنن، من سنت پیغمبر را ویل میکنم. اینقدر صحابه سعادت را در اتباع پیغمبر یک کار مستحبیه، یک اولا غیر اولایی. حالا آنها چرا کامیاب شدن؟ و این نیست سنت پیغمبر ما باید کاسه را تمیز کنیم. سنت پیغمبر دو زره پوشیده بود، شمشیر به دست بود، نیزه به کمر بود، تیر و کمان به سر داشت. این سنت های رسول پاک صلی الله علیه وسلم و تحریض برای جهاد میکرد. حرض المؤمنین علی القتال، پیغمبر مؤمنین را آمادگی برای جنگ بده، تحریضشون کن. حرض المؤمنین علی القتال. از روزی که این کافرها ترفند کردن ما را بلا نسبت حیثیت خانم دادن که بخوابی بنشینی و گرجا و بازنجان از آمریکا ما برای شما میفرستیم، شما جواهر نفت را به ما بدید، ما گرجا و دبل ماهی و همه کنسر ماهی و کمپوت و آب میوه و عرب ها بیایید بخورید. شما مثلا بلا نسبت گاز. امروز عالم اسلام نیاز این آیات الهی دارد. اگر راهی دیگر برای عزت اسلام غیر از قتال می بود تو خدا همون را به پیغمبر تلقین می‌کرد.
خب در راه قتال انفاق سروران گرامی، واقعا این انفاق جان میزن. خدا میگه هر چی شما خرج میکنید در راه جهاد این همه قرض به من شما را سود میدم. کیه که قرض بدهد خدا را قرض حسن با اخلاص که چند برابر میدهد بگو الله تعالی فیضاعفه له، این قرض را مضاعف میکند برای قرض دهنده اضعافا کثیرة، چند برابر، 1 به 700 و یضاعف لمن یشاء. در این میدان خوش به حال اون مجاهدینی و خوش به حال اون انسانهایی که امروز ثروت خود را در این مسیر دارن خرج میکنن و جوانان را تحریض میکنن و در این میدان با کافرها در نبردن. الحمدلله من به خدا امید دارم که این شهادت ها، این جهاد ها انشاءالله رایگان نمیرد و امریکا را الله تعالی و انگلیس سالها بینیش حق آمده خورده و بعد هم میخوره و این یاران بوش و بلر و شارون در دنیا و در آخرت انشاءالله ذلیل خواهند شد. باقی الله تعالی هست دارایی و ناداری را و دادن و ندادن به اختیار خدا. والله یقبض، برای کسی قبضش میکند یعنی اندازش میکند. احساس ناداری را نفرمایید. چرا؟ که الله هست کم میکند و یبسط، وسیع میکند. کم دهنده و زیاد دهنده الله هست. نه جهاد مال شما را گم میکند و نه خود شما را و نه نسل شما را. جهاد شما را گم نمیکند، نه خود شما را و نه مال شما را. اونی که زیاد میدهد و کم میدهد الله هست. و الیه ترجعون، بعد از مرگ رجوع همه شما هست. باز الله تعالی بیان جهاد فی سبیل الله را با یک موردی ذکر کرد. صحابه هم عشق جهاد داشتند، هنوز دستور جهاد نآمده. بنی اسرائیل در طول تاریخ از جهاد وقتی قبل شینی کردند ذلت و خاری دیدند. قرآن نظائر بیشماری در طول تاریخ بشر بیان کرده که عقب نشینی از جهاد ذلت دارد. قوم الامالکه بر بنی اسرائیل تاخت و تاج کرد، بچه های و زنان اینها را اسیر کردند. اینها پیغمبری هم داشتند. طول تاریخ خدا اینها را بدون بر نگذاشت. فضلتکم علی العالمین. اینها در زمان حضرت شمویل علیه السلام بودن، کمی قوت و جان گرفتن. به پیغمبر پیشنهاد کردند که شما برای ما یک فرمانده جنگی تعیین کنید که ما در قیادت اون فرمانده و اون رهبر بتونیم با دشمنان خودمان نبرد کنیم. پیغمبر طبیعت بنی اسرائیل را میدانید. گفت هنوز خدا بر شما که جهاد را فرض نکرده، امید دارید که جهاد بر شما فرض بشه و شما عقب نشینی کنید. اصلا یعنی چیه؟ جهاد را خدا بر ما فرض کنه، ما جهاد نمی کنیم. مقتضی جهاد موجوده. ما از دیار به دیاری، از خانه به خانه، بچه های ما اسیر هست، زنان ما اسیر شده هست، لحظه هنوز ما جهاد نمی کنیم. پیغمبر پیش خدا التجا کرد. الله تعالی دستور داد که فرمانده لشکر حضرت طالوت است. طالوت از نسل بنیامین، مردی دباغ، زحمتکش، صاحب قوت، صاحب علم نظامیش کامل، مردی تنش ماشاءالله از همه بلندتر، قوت بازوش هم خیلی بود، علم جنگیش و حربی آن زمانش هم خیلی ورزیده بود. طالوت وقتی فرمانده جنگ تعیین شد،
اینها شروع به اعتراض کردن. آخر دلائل آورده شد حسی معنوی که بله این منتخب الهیه، لحاظا نزاع نکنید، بپذیرید. خلاصه پذیرفتن، باز در وسط عقب نشینی کردن، لیکن آنهایی که همکار بودند و واقعا برای خدا بودند خدا غلبهشون داد. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.